به نام خدا. سلام، علی راهدنجو هستم و خوشحالم از اینکه یک جلسه دیگه هم در خدمت شما هستم. خب این جلسه میخوایم بریم در مورد emergency expressions ها صحبت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی موقعیت های اضطراری. دوستای عزیزم، رفتین مسافرت، باید بدونید که توی شرایط اضطرار چی بگین، چجوری به حوزتون آرزم که منتقل کنید به یک کسی که اطراف شماست و به حوزتون آرزم کسی که اون اطراف هست که مشکلتون چیه و چجوری میتونه بهتون کمک کنه. خب میدونید خیلی وقتا با گفتن 2 تا کلمه میشه از یک فاجعه و از یک اتفاق ناگوار جلوگیری کرد. پس بهتره که بریم و با همدیگه این اصطلاحات موقعیت‌های اضطراری رو یاد بگیریم و در آخر هم 2 تا اصطلاح فوق‌العاده پرفکت یاد میگیریم که خیلی براتون پرکاربرد خواهد بود. خب اصطلاح اولی که میخوایم در موردش صحبت کنیم چیه؟ I need help. ببینید دوستای عزیزم، وقتی که احتیاج به کمک دارید این جمله میتونه جون شما رو نجات بده. I need help. وقتی که اینو میگید حتی اگر نتونید چیز دیگری رو هم بگید، جور دیگه یا جمله بندی دیگه رو داشته باشین، همین خودش به اصطلاح باعث میشه که توجه افراد جلب بشه و اگر شما کمکی نیاز دارید بهتون کمک بکنم، ولو اینکه فقط همین رو بلد باشید. پس I need help. دومین اصطلاح چیه؟ مثلا تصور بفرمایید که یک اتفاقی افتاده، یک شخصی یا یک آدم خلافکاری اومده جلوی شما رو گرفته یا میخواد زد و خوردی با شما انجام بده، یا اصلا رفتین توی فروشگاه گیر یک اسکمی افتادین، یک اسکمری افتادین، کلاهبرداری افتادین و الان میخواید چی کار بکنید؟ میخواید به حضورتون عارضم که بگید که به یه شخصی آقا تماس بگیر با پلیس. شما به اصطلاح اگر خط اون کشور رو هم داشته باشیم، حالا 912 توی اکثر کشورها هست ولی خب شاید اون فرق کنه، اوکی، اون کشور. خب به یه شخصی که اطرافمون هست یا به هر کسی که دیگه اونجا بود میگیم call the police. call the police یعنی چی؟ یعنی با پلیس تماس بگیر لطفاً، اوکی. حالا لطفاً پلیزش هم میتونیم بگیم call the police. جمله بعدی یا بهتره بگم اصطلاح بعدی چی میشه؟ تصور کنید که حالتون بد شده، خب نمیدونم تصادف کردین، خدای نکرده، یا هر شخص دیگه، نمیدونم حالت تعودی، نفس تنگی داره، هر چیزی، اوکی. و اینجا خودتون نمیتونید، مقدور براتون نیست که برید تا بیمارستان. پس اینجا چی کار میکنید؟ به کسایی که اون اطراف هست میگین call an ambulance. call an ambulance. call ambulance. حتی اگر دید خیلی استرس انش هم نگفتید هیچ مشکلی نداره. call an ambulance. بگید call ambulance هم اوکیه. پس ببینید این خیلی مهمه این اصطلاح. حتما اینا رو همه رو تا آخر سعی کنید که حفظ کنید و انشالله توی سفرهاتون که میرید حتما ازش استفاده بکنید. خب کلمه بعدی یا اکسپرشن یا اصطلاح بعدی چیه؟ رفتید پیش یه پلیس، انگلیسی هم بلد نیستید خیلی یا اصلا استرس گرفتید، نمیتونین توضیح بدین، صحبت کنین، پلیس داره یه چیزی به شما میگه، شما میخواید بگید چی؟ میگید I lost my passport. من پاسپورتم رو گم کردم. I lost my passport. I lost my passport. من پاسپورتم رو گم کردم، اوکی، پاسپورتم رو گم کردم. حالا اونا دیگه میفهمن که شما مسافری، توریستی و به اصطلاح پاسپورتتون رو گم کردید، اوکی؟ very good. یا بعدیش چیه؟ زنگ میزنید آمبولانس یا بیمارستان، نمیدونم اورژانس، یا زنگ میزنید یا رفتید اصلا پیش پلیس به یک کسی میگید I'm hurt. ببینید خیلی از اینا رو میتونید با هم استفاده کنید، همین اکسپرشنز ها رو. مثلا میگید I'm hurt. call the ambulance. call an ambulance. اوکی؟ یا مثلا I'm hurt. call the police. من آسیب دیدم، لطفاً با آمبولانس تماس بگیرید. من آسیب دیدم، لطفاً با پلیس تماس بگیرید، اوکی؟ پس ببینید I'm hurt اینجا یعنی من آسیب دیدم، اوکی؟ very good. بریم سراغ به حضورتون عارضم که جمله بعدی یا بهتره بگم اصطلاح بعدی میگه چی؟ Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? رفتید اونجا، حالا یه آب ریزش بینی، یه آب به آبی شدید، سرمایی خوردین و میخواید برید درمانگاه و اونجا دارو بگیرید. میگید چی؟
نزدیکترین بیمارستان کجا میشه؟ Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? یعنی نزدیکترین بیمارستان کجاست؟ اصطلاح بعدی، رفتید توی درمانگاه، اونجا نمیدونین باید چی بگین، اوکی؟ چطوری ارتباط برقرار کنین؟ فقط همین جمله رو بگید بهتون کمک کنه. I need a doctor. I need a doctor. یعنی من به اصطلاح به دکتر نیاز دارم. من به دکتر نیاز دارم. و بعد برای اینکه بتونید بگید که چه مشکلی دارید، میتونید به اون ویدیو بیماری ها رجوع کنید که گذاشتم و به اصطلاح بگید اندون درد دارید، دل درد دارید، سردرد دارید، هر چیزی هست تو اون ویدیو براتون توضیح دادم که لینکش هم بالا براتون میذارم. پس میگید I need a doctor و وقتی رفتید پیش دکتر توضیح میدید که به اصطلاح مشکلتون چیه، با استفاده حالا از اون بیماری هایی که من اونجا تو اون ویدیو گفتم و لینکش هم بالا میاد، میتونین به اصطلاح یاد بگیرین که چجوری بیماری ها رو هم بگید، حالا حتی اگر که زبانتون هم اونقدر خوب نیست. اصطلاح بعدی، یه کسی کیفتون رو دزدیده، رفتید پیش پلیس و چی میگید؟ Someone stole my bag. ببینید اینا گذشته است، استیل هست، ولی استول یعنی گذشته، یعنی قبلا، یعنی someone stole my bag. مثلا خودمون میگیم چی؟ میدزدد، گذشتهش به دزدید، اوکی؟ میگیم یه کسی کیفمو دزدید، یعنی گذشته اتفاق افتاده، مثلا 1 دقیقه پیش، 2 دقیقه پیش. اینجا استول دقیقاً همین داره در مورد گذشته صحبت کنه دیگه. میگه someone stole my bag. Someone stole my bag. یه کسی کیف منو دزدیده. و حالا اونجا دوباره شما کم کم میتونید دست و پا شکسته صحبت بکنید، حتی اگر زبان رو هم بلد نیستید. گم شدید، رفتید توی خیابونی دنبال آدرسی میگشتید برید یه مثلا موزه‌ای رو ببینید، حالا گم شدید اینجا. خب میخواید از یه کسی بپرسید آقا داستان چی، من از کجا باید برم، کجا باید بیام؟ میگید چی؟ I'm lost. Can you help me? I'm lost. Can you help me? من گم شدم، میشه کمکم کنید؟ بعد اونا مثلا میگن yes. دوباره از همون سوالاتی که توی ویدیوهای قبلی داشتیم برای direction، برای آدرس دهی، اونا میتونید برید ببینید و قشنگ متوجه میشه. مثلا میگه که where do you want to go؟ مثلا where do you want to go؟ کجا میخواید برید؟ اوکی؟ شما میگید I want to go for example to museum. مثلا میگن که اینجا برو اونجا. این آدرس ها رو اونجا توضیح دادم توی اون ویدیو میتونید برید و تماشا کنید، لینکش هم بالا براتون میذارم. پس میشه چی؟ I'm lost. Can you help me؟ اصطلاح بعدی و آخرین اصطلاح که البته این دوتا آخری که گفتم همینا بودن، I'm lost can you help me که خیلی پرکار بوده، و آخریش رفتید یه جایی، حالا انگلیسیتون بدک نیست، در حد خودتون میتونید صحبت بکنید، منتهای مراتب خیلی اگر کسی تون صحبت کنه نمیتونید متوجه بشین. خب اینجا چی میگید؟ بگید I don't speak English very well. I don't speak English very well. Can you speak slowly? I don't speak English very well. Can you speak slowly? یعنی آقا من خیلی انگلیسی رو خوب صحبت نمی کنم، میشه یکم آرومتر، آهسته تر به اصطلاح صحبت کن. آهسته تر نه به لحاظ تون، یا مثلا میگم سلام، اینجوری نه، یعنی که آرومتر، شمرده تر. سلام، حال شما چطوره؟ مثلا این شکلی. اوکی؟ پس I don't speak English very well. Can you speak slowly؟ و به حضورتون عرضم که اصطلاحات emergency situation یا expressions هم اینجا به پایان میرسه. دوستای عزیزم، اگر تا به اینجای ویدیو اومدین و کانال رو سابسکرایب نکردین، حتما بهتون پیشنهاد کنم که روی دکمه زیر سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله کنار اون رو بزنید تا هر هفته از 2 ویدیوی آموزش زبان انگلیسی مطلع بشیم و روند و پروسه زبان انگلیسی رو کامل بکنید. تشکر میکنم بابت لایک و شیر و کامنتتون و امیدوارم که همیشه در حال یادگیری باشید. Be safe, stay well friends and goodbye.